امروز میخواستم یک غذای قزوینی که خیلی باش آشنا هستن به نام قیمه نثار درست کنم. این غذا مثل همون قیمه فقط لپه نداره ولی یه چیزایی اضافه ترم داره. من گوشت همون قیمه ای خورد کردم، پیاز دوتا، سه پیاز، چون برای 6 نفر میخوام درست کنم پیاز بزرگ گذاشتم، خلال پسته، زرشک و خلال نارنج یا من پرتقال گذاشتم، جاش فرق نمیکنه، ضمن تازه هم هست، من فقط میجوشونم و بعد استفاده میکنم. زعفرون، دارچین و فلفل نمک و زردچوبه و نمک و با هل ساویده شده هم داریم. ابتدا هم خلالی نصفه پیازا رو تفت میدم، بعد گوشت رو تفت میدم، میذارم میپزه، بعد به مراحل بعدیش بهتون میگم چه کنیم. خب پیاز الان تقریبا از شکنندگی در اومده. توی این مرحله من گوشت رو اضافه میکنم، بعد گوشت که مقدار تفت کرد ربم توی این مرحله میزنم. ربم نیازه، ربم میزنم که با گوشت یه مقدار سرخ بشه، چون رب سرخ بشه خوشمزه تر میشه. بعد از سرخ شدن، بعد از یه خورده تفت کردن، آب اضافه میکنم بهش که گوشت پخته بشه. اضافه کردن خلال ها و زرشک و ادویجاتش. من تا اینجا فقط گوشت رو با پیاز و با رب و تفتی دادم. الان بهش آب اضافه میکنم و میذارم گوشت بپزه. گوشت که پخت، بعد ادویجات رو با خلال ها و اینا رو اضافه میکنم با زعفرون. گوشت قیمه نثارمون پخته. توی این مرحله فقط پیاز و گوشت و رب توی غذا استفاده شده. من خلال پرتقال، مغز پسته، خلال پسته و زرشک رو به این مرحله اضافه میکنم و اینجا هم برای از همون خلال ها دارم برای آجیل روش که با برنج و زعفرون میخوام قاطی کنم. اینجا نمک و فلفل و زردچوبه و هل و دارچین هم دارم که اینم میریزم. زعفرون دم کردم آماده دارم، یه مقدارشو نگه میدارم برای تزیین روی برنج. دیگه این الان تقریبا یه نیم ساعت ریز جوش بزنه، جا میفته و آماده سرو میشه که برنجش هم برای 6 نفر برنجش رو میذاریم. بعد موقع تزیینش هم باز دوباره بهتون میگم که چجوری تزیین روش انجام بدید. بعد از اینکه برنج دم کشید و خورشت هم آماده شد و لعاب پیدا کرد، اون زرشک و خلال پسته و خلال پرتقال که گذاشته بودیم با یه مقدار روغن و زعفرون یه تفت کوچیک میدیم، یه قاشق هم شکر توش میریزیم، با 1-2 کفگیر ملاقه هم میزنیم، قاطی میکنیم، آماده میکنیم برای ریختن روی برنج برای تزیین روش. بعد برنج رو یه لایه یک طبقه روی دیس میکشیم، بعد روش خورشت قیمه نثار رو میریزیم، تو کل دور تا دور برنج میریزیم که برای مصرف هر کی بر کفگیر به هر جای برنج میخوره توش گوشتم داشته باشه. بعد از اینکه کلا وسط و خورش پر کردیم، یه لایه برنج هم روش میریزیم. برنجی که روش میریزیم دیگه این گوشتا وسط بین برنج، گوشتای قیمه نثار همونجوری که پخته شده هستش. بعد روش همون آجیلی که درست کردیم هم میریزیم روش برای تزیینش، به همین سادگی.